درود دوستان، شما در کانال مشتی تاجیکی قرار دارید. شروع میکنیم از گرند اسلمی تاجیکستان که الان ادامه دارد و امروز روزی فینالیست، روزی آخرین روزی گرند اسلمی تاجیکستان است و تاجیکستان حاضر در همون لیستی همون گرند اسلم در جای اول است، چون که 3 طلا گرفت. الان دیروز سامان محمدبگов صاحب طلا شد و خاطر رسان میکنم که سامان محمدبگов سال 2023 در قزاقستان در گرند اسلم صاحب طلا شده بود، 2025 در دوشنبه و 2026 در دوشنبه. ما سامان محمدبگov رو تبریک میکنیم. امیدواریم که در ماه دکبر از 18 تا 20 در دوشنبه ماسترز می شود که این یکی از بهترین جودوکاران دنیا جمع می شوند. در آنجا هم جای اول رو خواهد گرفت. دوستان سامان محمدبگov رو تبریک کنید برای طلا گرفتنش. و دیروز باشد هم در گرند اسلم باز یک جودوکاری تاجیک محیدین اسداللویف، این یک ستاره درخشانی تاجیک است، جوان است، او هم صاحب طلا شد در وزن 73 و محیدین اسداللویف قهرمان جهان هم است. بهترین جودوکار است. من تماشا میکنم مسابقه های محیدین اسداللویف رو، با من خیلی پسند است. دوستان محیدین اسداللویف رو تبریک میکنیم و امیدواریم که او حتما قهرمان المپیک خواهد شد. دیروز در رشته MMA باشد محمد کبیر نظرزاده با رکوردی 6-0 الان بر ضد بیبریس زانوف دست بالا شد با قرار یک دلدانه داوران در لیگ نایزا. دوستان محمد کبیر نظرزاده خاطر رسان میکنم که سال گذشته در همین لیگ نایزا بهترین نکاوتی سال رو گرفته بود و مکافات پولی هم با او تقدیم کرده بودند. دوستان محمد کبیر نظرزاده 6-0 و امیدواریم که او به نزدیکی قهرمانی نایزا خواهد شد. خیلی جوان است، 6-0 آینده خیلی خوب دارد. و خبری بهترین در رشته باکس اسرار واحدوف با رکورد 13-1 بر ضد روبیسی رامیرز با رکورد 14-3 در برای کمربندی قهرمانی WBC اورازیا 29 می در تاشکند بوکس میکند. اگر این بهترین است، اگر اسرار واحدوف روبیرو رامیز رو روبیسی رامیرز رو شکست دهد در قهرمانی WBC اورازیا، تو در ردبندی رشته بوکسی لیگ WBC او خیلی بالا می رود و امیدواریم که امسال در برای کمربندی لیگ WBC جهانی بوکس خواهد کرد. با فکرم در بوکس نورسی در قزاقستان سال 2010 بود یا 2012 بود اسرار واحدوف قهرمانی جهان شده بود و در همین قهرمانی جهان بهترین بوکسچی جهان هم انتخاب کرده بود از همون نمودی بوکس رشته تکنیکی ده، همون تکنیک و تاکتیکش بهترین بود و او رو بهترین بوکسچی همون قهرمانی جهان هم انتخاب کرده بودند. اسرار واحدوف بهترین بوکسور است و امیدواریم که 29 می حریفش رو شکست میدهد و قهرمانی WBC اورازیا می شود. دوستان فکرتان رو نویسید و امروز گرند اسلمی دوشنبه ادامه دارد و از من سوال با شما که با از کی امیدوار هستید؟ از کدام جودوکاری تاجیک امیدوار هستید که قهرمانی همین گرند اسلمی دوشنبه میگردد؟ چون که امروز با فکرم وزن میانه و سنگین وزنها اشتراک میکنند. دوستان در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. من فردا با شما نتیجه گرند اسلمی تاجیکستان رو میگویم و امیدوارم که باز تاجیکستان طلا خواهد گرفت. خدا یار و یاورتان بود تا امید دیدار.